الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: إن رحمتي سبقت غضبي. متفق عليه. کلمات مختصری را درباره رحمات و مهربانی های الله تعالی بالای بندگان عرض می دارم. آیتی را که خواندم، الله تعالی از رحمات خود بالای همه مخلوقاتش خبر می دهد. می فرماید: و رحمتی وسعت کل شیء. رحمت من همه چیز را فرا گرفته، همه چیز را احاطه کرده. بالای همه چیز رحمت من می باشد. همه مخلوقاتی که در دنیا زندگی میکنن یا در آسمان ها زندگی میکنن، رحمات الله تعالی بالای از اینها محیط است، حتی به شمول کافر و مسلمان و انس و جن و حیوانات و جمادات و پرنده ها و همه مخلوقاتی را که ما میدانیم، خبر داریم، و آن مخلوقاتی را که ما اصلا از اونها هیچ درکی نداریم، هیچ خبری نداریم، بالای همه از اینها رحماتی عام الله تعالی می باشه. و اما بالای بندگان خاصی الله تعالی رحمات خاص می باشه. و در ادامه آیت او رحمت الله تعالی شرح می دهد. می فرماید: فساکتبها للذین یتقون و یؤتون الزکات والذین هم بآیاتنا یؤمنون. که رحمت خاصی الله تعالی هدایت است، اسلام است، قرآن است، اتباع رسول الله صلی الله علیه و سلم است. این رحمت بالای بنده های خاصی الله تعالی می باشد. حدیثی را که خواندم، رسول الله صلی الله علیه وسلم از الله تعالی روایت میکنه. این حدیث قدسی گفته میشه. الله تعالی میفرماید: ان رحمتی سبقت غضبی. به یقین رحمت من سبقت کرده از غضبم. چطور سبقت کرده؟ ابتدا بالای انسان رحمات الله تعالی سرازیر میشه، نعمتهای الله تعالی سرازیر میشه. وقتی که انسان در مقابل این نعمتها اگر شکر کرد، الله تعالی این نعمتها را افزون میکنه. قسمی که در سوره ابراهیم توضیح داده: لئن شکرتم لازیدنکم. اگر شما در مقابل نعمت شکر گذاری کردین، نعمات هم انواعی از رحمات الهی است. الله تعالی میفرماید که به یقین ما این نعمت اضافه میکنیم، شکر نعمتت افزون کند. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شما در مقابل این نعمت ناشکری کردین، باز عذاب من سخت است. پس عذاب بعد از ناسپاسی رحمت است، بعد از ناسپاسی نعمت است. در ابتدا عذاب نیست. وقتی که انسان طغیان کرد، سرکشی کرد، تجاوز کرد، باز مورد عذاب الهی قرار میگیرد و خشم الله تعالی بالای ازی قرار میگیرد. الله تعالی ذات نهایت مهربان است و اسما و صفات الله تعالی را وقتی که ما بررسی کنیم، بیشترین اسما و صفات الله تعالی به رحمت الله تعالی تعلق میگیرد. الله تعالی در قرآن کریم و همچنان رسول الله صلی الله علیه وسلم در احادیث از اسما و صفات الله تعالی خبر داده. از جمله اسمای زیبا و قشنگ الله تعالی الرحمن، الرحیم می باشه. شما فکر کنین افتتاح هر سوره به بسم الله الرحمن الرحیم میشه. در ابتدای هر سوره بسم الله الرحمن الرحیم نوشته میشه. این جمله چقدر جمله زیبا است. همه شامل رحمت الله تعالی است. بسم الله، به نام الله، یعنی از الله کمک میخوایی. کمک خواستن رحمتی الله است. بنده الله از الله کمک طلب میکنه. الله خودش یعنی اسمی است که دلالت بر رحمتی الله تعالی میکنه. ذاتی که معبود است، بجز از او هیچ کسی پرستش نمیشه. و امی الله ذاتی است که الرحمن، نهایت با رحم است، رحمت شامل همه مخلوقات است. و الرحیم، رحمت خاصی بالای بندگان خاص خود دارد. پس در ابتدای هر سوره بجز سوره توبه این کلمات و جملات زیبا نوشته می باشه. انسان وادار میکنه که تو استعانت و کمک از ذاتی می طلبی که او ذات نهایت مهربان است.
و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم مهربانی الله تعالی را بالاتر از مهربانی مادر ذکر کرده. می‌فرماید که الله تعالی بالای بنده های خود از مادر برای پسر خود مهربان تر است. چقدر ذاتی مهربان است. اولین سوره‌ای که قرآن به او افتتاح شده، الله تعالی به صفت رحمت خود سوره را افتتاح کرده. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم. و صفات رحمات در قرآن کریم، اسماء و صفات که دلالت بر رحمت الله تعالی بکند بسیار زیاد است. از جمله الله تعالی خود ارحم الراحمین معرفی کرده و هو الغفور الرحیم معرفی کرده، الغفور معرفی کرده، الغفار معرفی کرده، همچنان غافر الذنب، قابل التوب، الکریم معرفی کرده، الرؤوف معرفی کرده، خود البر ذاتی که نهایت نیکی را قبول میکنه و بالای بنده های خود نیکی میکنه، اللطیف ذات نهایت مهربان، الشاکر ذاتی که زیاد شکرگزار است. بنده ها عملی کمی را انجام میده، الله تعالی در عوض ثواب زیاد میده. یکی از معانی شاکر ذکر شده. الله تعالی معطی است، میدهد. الرزاق، الرازق که رزق و روزی میده بنده های خود. الخالق، خلق کرده بنده ها را. و این از جمله رحمتی الله تعالی است که پسانتر اشاره میکنیم. خلق انسان ذاتش که ربک الغفور و ذو الرحمه المجیب، قبول میکنه دعا را، قبول میکنه توبه را. الواسع ذات نهایت فراخ است، نعمتهای بی پایان داره، خودش ذات بزرگ است و رحمات بزرگی بالای بنده هایش داره. الغنی ذاتی غنی است، بای است، به کسی محتاج نیست و الله تعالی بالای دیگرها انفاق میکنه و کسی برای الله انفاق نمیکنه. کسی یعنی پول برای الله نمیده، الله همه سرمایه و زندگی را مردم الله میدهد. غنی است، به کسی محتاج نیست. الصمد ذاتش که همه به اون نیاز دارن، محتاج هستن. الحفیظ ذاتی که همه مخلوقات حفظ میکنه، نگهبانی میکنه. الحکیم که کارهای او همه با حکمت است. الولی که دوست میداره بندگان نیک و خوب خدا. الهادی ذاتی که هدایت به دستی از اوست، انسان به راه هدایت و راه خوب صراط مستقیم هدایت میکنه. السلام ذاتی که همه سلامتی از جانب از اوست. المهیمن ذاتی که نگهبان است. پس این همه صفاتی الله تعالی دلالت بر رحمتی الله تعالی میکنه. الله اینقدر مهربان است بالای بنده های خود. و در مقابل این اسماء و صفاتی که دلالت بر رحمت میکنه، الله تعالی اسماء و صفاتی داره که دلالت به قهر میکنه، به خشم میکنه. در مقابل کدام شخصی؟ پیشتر عرض کردیم در مقابل انسان ناسپاس و طاغی و سرکش و کافر که صفاتی القهار، العزیز، الجبار، المتکبر در مقابل انسانهای ناسپاس. رحمات الله تعالی بالای انسان گفتیم بی پایان است. فقط چند تا را عرض میکنیم تا اینکه انسان بداند که بدون رحمت الله تعالی در دنیا اصلا زندگی محال است و بقا محال است. امکان نداره انسان زندگی بکنه. ولی در مقابل این رحمت ها انسان ناسپاس است و الله باز هم ذات مهربان است که در مقابل ناسپاسی انسان ها صبر داره. از جمله رحمات الله تعالی خلقت انسان است، خلقت همه مخلوقات و خصوص انسان به یک شکل زیبا و قشنگ الله تعالی ترکیب کرده، ایره آفریده. الله تعالی در سوره الانفطار از این خلقت ذکر میکنه، میفرماید الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. ذاتی که تو را خلق کرده، تو را اندامت برابر کرده. دو تا دست همه به هم برابر هستند، پا با هم برابر هستند، یکی زیاد دراز یکی زیاد کوتاه نیست که بسیار بد معلوم شود. و جز مخلوقاتی که معیوب الله تعالی بنابر حکمت اونها را خلق میکنه، اغلب انسانها را اندامش بسیار برابر و مساوی آفریده. و همچنان قامت انسان
نه زیاد بلند و نه زیاد پست که بد معلوم شود قامت متوسط. فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، و صورتهای مختلف انسانها را خلق کرده، سیاه پوست، سفید پوست، زرد پوست، و انسانهایی که قدشان متوسط، قدشان کمکی کوتاه، قدشان کمی بلندتر، یعنی بلندی که گفتیم نه اینکه در انسان زیاد بد معلوم شود. انسان به یک خلقتی بسیار زیبا و قشنگ الله تعالی آفرید. پرزه هایی را که الله تعالی در انسان استفاده کرده و در انسان خلق کرده، پرزه های قیمتی و پرزه های اصلی که هیچ بدیل و عوضی نداره. شما خدای نخواسته یک عضوی از اعضای انسان اگر از بین برود، دست خود از دست بدهد یا پای خود یا چشم خود، دیگر همه شرکت های دنیا، همه مخلوقات دنیا، دکترهای ماهر و انجینرهای پیشرفته دنیا جمع شوند، چنین پرزه‌ای را اگر آماده کنند نمیتوانند، قادر نیستند. این پرزه ها را الله تعالی مجانی آفریده، مجانی خلق کرده، مجانی ترکیب کرده برای انسان ناسپاس ناشکری که در مقابل از اینها همیشه ناشکر است. دستی که آفریده دستی زیبا و قوی را که در خدمت الله تعالی قرار بگیره، متاسفانه این دست انسان در کارهای غلط و کارهای نادرست و در خون ناحق استفاده میکنه و در راه نافرمانی الله تعالی از استفاده میکنه، و همچنان پای خدا و همچنان چشم خدا به نامحرم نظر میکنه، به اشیایی که الله تعالی غضبش است به طرفی از اون نگاه میکنه، و همچنان گوش خدا به گوش اشیای حرام گوش میکنه و کفر و شرک و اینها را گوش میکنه و با او لذت میبره. موسیقی حرام گوش میکنه که غضب الله تعالی بالای کسی که موسیقی گوش میگیره، و همچنان اندام زیبای دیگری را. پس انسان در مقابل این رحمت الله تعالی نهایت ناسپاس است، و هر کسی اگر قدر این نعمت دانست، ایرا اکرام کرد، عزت کرد، روز قیامت هم الله تعالی در بدیل اکرام یزی برش جای معزز و زیبا و قشنگ را آماده کرده که به نام جنت یاد میشه. رحمت دیگری الله تعالی بالای انسانها بعد از خلقت رحمت راهنمایی در زندگی است. انسان الله تعالی با این خلقت زیبا و قشنگ بیهوده نآفریده، بلکه بر یک مقصدی بزرگ و بسیار مقصدی هدفمندی آفریده و راه را برش درست شرح داده که اگر این مسیر تعقب کردی و به این مسیر رفتی، زندگی سعادتمند و جاویدانی خوب داری. اگر مسیر در مقابل این مسیر دیگری، مسیر منحرفی را هم معرفی کرده که اگر این مسیر تعقب کردی و به این مسیر رفتی، این مسیر راه بسیار خرابی است، آینده وخیمی داره و عاقبت بدی داره و سرانجام زندگی تلخ و عذاب دردناک همیشگی برای انسان می باشد. الله تعالی راه هدایت دوست داره و به این ترغیب داده و اعمال را هم برای بنده های خود معرفی کرده که اگر این اعمال انسان انجام بدهد برای هدایت می رود و نتیجه خوبی داره، و همچنان راه گمراهی را هم بیان کرده و اعمالی را بیان کرده که اگر انسان این اعمال انجام بدهد انسان گمراه می سازه و به گمراهی می برد و نتیجه بد دارد. پس انسان ای از جمله رحمت بزرگی الله تعالی است که راه را برش درست شرح داده، وضاحت داده. ای انسان سرگم نیست، ای انسان در زندگی خود زندگی مجهول نداره، زندگی واضح داره، همه چیز برش وضاحتی درست داده. اگر درست استفاده کرد دی شکی نیست که انسان بری همیش از اهل سعادت است. اگر درست استفاده نکرد بری همیش از اهل شقاوت قرار میگیره و در شقاوت ابدی
زندگی به سر میبرد.